کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهره که چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجا است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رو. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو، استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چیکار کن؟ درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد برویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد. با من اجازت دهید تا همش را فهمانم. تو اینقدر ترگب بوده ای؟ یک دم خب کن دمت رو گرفتشین. سردارم من اویدی کیلاس معلومات پیدا کرده میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلاس بود. شاید او یگان معلومات دارد و کلت کیلاس کبوتری او را خلاص کرده بود دریا دارد. برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلاس یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت رو نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد، فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رو پرس و پاچی خواستگت رو کن. از موشی فرا رحمت سردارم از باوریت تا نمیبرایم. رحمت سلامت باشی. دریا داری همیشه دروغ میگفت. دریادت هست؟ دریا دارم. دروغ گو. انا این میشود دامادی دروغ گو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی. دیده ایستادم لیکن به میسی تو در هیجان نیستم. این تر باشد بیا میرویم. رفتیم برایم حاضر هوکن میآید. اوه بچه هوکنش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکن لایه کش میباشد. نواری لایه شناسی همون رو میسازد. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول ما ندی ندارد؟ بایدم نور اوه همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خندون ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده با تو زیبنده هست. به شما چی لازم بود آقای چقدر؟ سیرین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیا. سیرین چی شده ایستاده است؟ آقای چقدر یکم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ آیده چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دهم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چقدر ما آیدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم با پا ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادید میدونی؟ زهرا برای همکاری همون زیدیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلیم
تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید، در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سلیم کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان، تو رو انتظار کردم. با چغتای بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدانی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. این کجا شده؟ انا آقای حقن آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سلین، زهرا. از شناسایی شدم. اویدی با نوارگیری سریال آنقدر معلومات ندارم، لیکن میخواهم که از اول خواسته هایم رو با شما بگویم. معاشم در هر قسم چندی است؟ میبخشید از آن ما از یک قسم عبارت است و چقدر دوام کردنش معلوم نیست. همین طور؟ همین طور است. این فیلمی بدهی است مگر؟ نه فیلمی حجتی. تو بکردم. میز رو ببین چه خیلی زیبا است. وای نور نیست؟ در کجا بنشینه؟ با خدا کی وای است؟ کی از امریکا آمد؟ زهرا به خدا پیدا کردیم. چی؟ داماد را یافتیم میگویم. آقای حقم به شما تشکر میگویم. باز ما با شما تماس میکنیم. دویم همین خیل میشود. ما رو همیشه دعوت میکنند، همین که نرخم رو میگویند، بعد زنگ میزنیم. افته با من زنگ نمیزنیم. تشکری زیاد. نزروید. آنور. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمان چی گفتگو کردید؟ بخشیش شما کی هستید و برای چی میپرسید؟ من راهبر آنها میباشم. نور؟ من حاضر میایم مایلش. وای 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 زهرا، خوش آمدی. چی حال داری؟ روز بخیر. سلیم. ای خدا، این چی تصادفی خوش است؟ دوستم ما رو فراموش کردی؟ من شما رو فراموش نکردم. اگر شما نمی بودید دانشگاه رو من ختم نمی کردم. کنی نقل کنی چیکار کرده گشتی؟ آنور جان تو رو در آسمان جستجو داشتیم که در زمین بوده ای. بعد تو احتیاج داری. سلیم چی کار کرده ایستاده ای؟ میلیس لابای با چقدر مناسبت چگونه است؟ در روزهای نزدیک از آنی من می شود. آسان باور می باشی چقدر از زهرا کنده نمی شود. کنده می شود. حالا می بینی خواهشی من می شود. می بینی. سلام دخترها. این کی است؟ نمیدونم. شما کی هستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من شوقت. خیلی خرسند شدم. شما زیبا، هوا زیبا، حوض زیبا، آب خنک است. لباس آبازی ندارم لیکن بخشش یک دانه انگور گیرم. انگور رو دوست میدارم. ملیس این شخص کیست؟ مادر جان من نمیدونم. آرام شوید آرام. من خیلی دامولا هستم خانم. به خانه شما مهمانی آمدم نزد دامولا. نه بکار تو در اینجا چی کار کرده ایستاده ای؟ خودم رو برهنه حس کردم. استغفرالله استغفرالله، این طور حس نکنه. تو راه گرد و تو حس میکنم. برادر جان نکی تو در بیشت افتاده ای. بخشیش راه گرد. توبه توبه خودش کم بود که مهمانش را آورده است. دخترها خانه درآیید. حاضر. میلیس برخیز. این طور باشد من هم راضی. به خاطر شما. در دلتان یگان کس را دارید؟
یعنی برای مشکلی پیش نیامدنش میپرسم. ягон дӯст дошта надорам, озодам. дар дили ман ба касе ҷой нест. ман назди дӯстонам равам ки айб шуданаш мумкин. ин вохӯрӣ хеле муҳим аст. пагоҳ боз вомехӯрем. иҷозат диҳед. این طرف باشه تلفن میکنم. خوب تشکر زیاد. албатта хонум. селин майлаш хайр. саломат бошед дӯстам, барои ҳамаш ташаккур. бисёр хуб. саломат бошед. то боздид. саломат бошед. سلام خانمان. فکر میکنم که این برادر هم ارتیست است. کاری ضرورتان همین بود؟ برای شرکت نوار شناسایی آماده ساختید. برای چی با من نگفتید؟ شاید من هم یاردم میدادم. چی؟ با اون پسری که با شما هم صحبت شد گپ زدم. تو با کاری ما چی کار داری چقدر؟ ها؟ تو ما رو تعقیب کرده ایستاده ای؟ ما رو به حال خودمون گذار، فهمیدی؟ مایلش تمام. اما اگر یگان کار داشته باشید نداره. تو بزدی. از هر کجا پیدا می شود؟ ҳеҷ гап не зуҳроҷон, домодро пайдо кардем. дигар ҳамаш сафсата. من با تو 100 مرتبه نگفتم که در اطراف نگرد. از اینجا نبرا گفته بودم. برای چی از اینجا برآمدی؟ برای گرفتن هوای تازه برآمدم. چه هوا؟ در خانه تو هوا نمیرسد. شد بس. استاد شام بخیر. زهرا جان شام بخیر. به فکر مهمان دارید؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. زهرا در کجاست؟ باری آخر با امام در صحبت بودنش دیده بودم. با امام؟ علی جان میدونی که ما امام داره. نشیده خانم، امام را نیز به خوراک دعوت نمایید. تنها همین نمیرسید. در خوراکی اویلوی امام چیکار داره؟ با طبق خوراک را جمع نموده به نزدش ببرید. نشیده خانم، به فکرم نشونیدید؟ امام را نیز به خوراک دعوت کنید گفتم. چرا انتظار هستید؟ مایلش جانم. یکون چیز بگو. گپ زن. خب نشید. چی گویم؟ پدر جان، به فکرم به خوراک اویلوی بیگانه را دعوت کردن کمتر ناخوش است. بگاز شما خوبتر میدانید. من نمیدانم. پدر جان شاید این از روی آداب نباشد. زهرا در کجا بودی؟ بابا جان کمتر کارم بسیار بود و راه سیر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان لبه بابایت امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان شما یک تای من. او با مهمان هایش بود. ها؟ نشیده خانم، مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. باش جایتون. بله برادرم، بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شوکت برای چی خانه همان گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی. تو برای چی دایی ما این طور میگویی؟ ما رو رنجانده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ با تو همدرد رفیق لازم است. همدرد؟ تو؟ از تو همدرد نمیبراید. از تو تنها درد میبراید. خودم بر سرم یک دنیا درد دارم. پلیس اونال دیوانوار مرا جستجو دارد. از او پناه میشوم گفته امامی کرده ایستادم. در کودکیم کاش که با کرسی قرآن میرفتم. در حد اقل دعا را میآموختم. امام ساختکار نمیشدم. این کار دشوار است؟ البته دشوار. در یک عمر نماز نخواندگی را در یک روز خواندی ها؟ آب طهارت خنک نیست؟ خنک؟ اساساً سحر آب خنک است. باور کردم که تو طهارت کرده پای به طهارت به مسجد میروی. نابکار به اخلا نگب نزن.
به طهارت نماز خوانده نمی شود. نماز کار جدی است. خدا میزند دیوانه. تو تماما نمازخانه مرا نپرس. کنی بگو قماربازی رو بس کردی؟ چه قمار؟ برادر من توبه کردم نمیدونستی؟ خب کن خب. تو چی توبه کنی چی نکنی؟ دوملو شما بخیر. آقای اکرم شما رو به خوراک شام دعوت دارم. فهمو می تشکر. سلامت باشید. تشکر. آقا شام بخیر. خوش آمدید. برای دعوتتان منت دارم. مرحمت. تشکر. مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. سلامت باشید. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشیم میتونیم برویم. استغفرالله حاج دامن. شما مهمانی من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ. مرحمت. با اشتهایتون. بخشش من حاضر میمونم. حالا باید تو در کجایی؟ در حوالی هستی؟ تو که نامدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط میروم. در نزد همه از بابایم عذر میپرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشان میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده می شود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال، ملک قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان. انا برای چی عذر پرسم؟ با او چی کار کردم؟ در شب زادروز زهرا چی کار کردنت رو فراموش کردی؟ زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. کار تمام شد؟ کلاس رو دستگیر کرده توانستی؟ نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. این طور باشد اول او رو دستگیر کن. حله زنک جان التماس. اونال مرا گوش کن. تو این آدم رو دستگیر ننمایی رفتارت دیگر نمیشود. این رفتارت مرا غمگین میکند. اول رفته کلاست رو دستگیر نمو بعد برای بردن من بیا. شرط و شرایط من همین است. فهمو؟ حله جانکم چخیلی که مولانا گفته است بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند. بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت.
تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم، برای گوشویرا مینت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم. پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. تشکر. حلالت بود برادرم. دهانی همه مک شاده ماندنم این طرف. با تو فخر کردم. ای شوکت، بیهوده گپ زنی رو بس کن. من با نمازی خفتم میرم. خدا نمازهایت رو قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت رو میدونستم، لیکن گپ های وزنین رو کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی رو که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت، همه آنها را از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر؟ نه. من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی، آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت، با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود، لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش، خدا نگهبانت. الا جون صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر.
ака дар куҷоед? домуло камтар суҳбат мекардем. آقای خلیل کاری ضرور دارم یگان شام دیگر می آیم شام بخیر. دوملو پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی می بپرسید؟ شام بخیر. این چه خیلی دوملو است با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج از خدا ترس نخواد از خفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چی کار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم آخر گناه هست. خیلی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکه هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چی خیل روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا شب بخیر. اکه هجری ببین همه جا رو نظارت دارد. برای چی این طور میکند؟ نمیخواهد که یگان کس ببیند. اما من فهمیدم که استاد جا چی کار کردن میخواهد. چی کار میکند؟ بعد میفهمونم. بیا رفتیم که باز نبیند. بیا میرویم اکه هجری. لبای شام بخیر. آقای ایرول رو میجویم. آیا در همینجا زندگی میکنه؟ یک کوچه پایین‌تر از طرف همین خانه میباشد. با اونجا چی رفتن ممکن؟ از اینجا پایین‌تر میروید به کوچه راست گردید. خانه چهارم میباشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. راه سفید. سلام. چی میخواهید؟ یک چند روز پیشتر اومده بودم برای شناسنامه. فهمو میدونم. آقای انگین ناومدن. دیروز زنگ زد. نصیب یک روز پس میآید. تشکر. با خدا که شبانه از حال تمام خانه های یتیمان و بیچاره ها استاد زیاد خبر میگرفت. ما این را با چشم خودمون دیدیم. اکه هجری با خدا که با چشمان خودمون دیدیم. از این برمیآید که شبانه این کار را میکرده. بله. با خدا آدمی نیک بودنی دامولا را میدانستم. با دست راستش خیر میکند دست چپش نمیبیند. من باوری نداشتم. خودم رو عیبدار حس کردم. استادم سلامت باشم. در اونجا ما با اشتهای تو پدر بیوید شیری نکنی. من امروز تارتایمون بپول کنی داروید. مرحمت داروید. شنید
کنه اینجا شینید همه شینید مادرجان اینجا چی شده ایستاده است؟ نپرس دخترم، ما از چیزی خبر نداشته ایم. استاد زیو که تو از او خوش نداری و ما درس انسانی داد، درسی از احوال کم بغل خبر گرفتن رو و با اونها یاری دادن رو یاد داد. نفهمیدم اویدی چی نکل کرده ایستاده اید؟ استاد زیو گفته ایستادم. استاد زیو بعد نماز خودت پنهان کرونا با کم بغلان برای کمک و چرا دارو میزدن. همون آدم؟ بله بیتول جان بیهوده گناهش رو گرفته. گوش کن، اگر تو به ما یاری دیگی ما هم به تو یاری میرسونه. کالتا کیلاس در کجاست؟ در پشت. مرا مسخره میکنی؟ این رو برد. یک دقیقه حاضر او را به گپ می‌دارم. نه، اگر جای کلاس را به من نگویی کلای کبوترت را میکنم. سرده او را و گنت را میکشم. او را سرده بگویی. سرده او را میگویم. منش میگویم او را بگو سرده. در خود کلای این خوش را یک را من اصلا جدا کنم. تو در اینجا چه کار کرده ایستاده؟ تو رخصت مهنتی گرفته بود؟ این باید شما سرداری من نیستید. سرداری من کمیسر اونال است. او میتواند به من امر دهد، شما امر داده نمیتوانید. همین طور نه کمیسرم؟ السلام علیکم. خوش آمدید استاد. سلام علیکم. اینجا چی شده ایستاده است؟ دامولا ما رو در حیرت گذاشته. چی گفتن ما رو نمیدانیم. خوش باشید اینجا است. با خیرخواهیتون ما را در حیرت گذاشته. برای چی تا سحر به فقیرها یاری دادنتون را از ما مخفی نگاه داشتید؟ اگر هجری و آغوز نمی بود ما بیخبر میموندیم. شما ما را تعقیب کردید. ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شدیم. استاد به دعای خیر شما. آمین تقسیم میکنیم. دامولا یک صاحب کار این یاری مخفیتون را شنیده درس عبرت گرفته است. وای هم شنیده است. وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان به استادمان یاری ده. پدر من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش من رفته با میخورم. کنی شما از پیش گذارید. روید. راهی سفید خدا یارتان با. ایشان را حرمت کردیم. گلویمان را خفه کرد. لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر من را تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور این بیگاه اومده میتوانی؟ نه تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله گفته بودی؟ این شما شناس میکنم.
ҳаминро гуфтанӣ будам. نخود این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی. همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز بروی چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوهر شونده‌اش را با ما شناس می کند. زهرا این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ چی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد، زود حل میکردیم. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی، از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کامون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چقدر تیاری دید او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من که بودن زهرا رو نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ای ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی. شما را تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که در یاد دارید. البته در یاد دارم دامولا. چون این مردان خدا را چه خیلی در یاد نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگرد هایتان هستند. هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردم میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سوکه را بیار. در باخری گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. دامولا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است. داملا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. دیده در حقیقت ما رو در غفلت گذاشته. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود.
شما کار دارید وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست با محل روید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش رو با اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور ایستید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدند؟ خاموشید! خاموشید! اسبایهایش بردار! اسبایهایش بردار! چی شده ایستاده است؟ سرده مرا! گم شوید! دم شوید! زهرا تشکر زیاد. تشکر. نترس. من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم داشتید؟ هیچ گپ نیست. زخمش خوب است. التماس به بیمارخانه روید. نه لازم نیست. من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آن اونجا. آنقدر دور نیست. التماس. مایلش. التماس رفتیم. خود رو تشویش نمیدونی. انا بخیر. زورا جون تو رو یک دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش فضل میایم. فهمو. چی شد؟ زورا جون وای مرکیست از کجای شناس می نموید؟ استاد زیاد امامی مسجدی محله امام.
در خانه ما زندگی میکنه. در خونه شما زندگی میکند. تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خواطر نشوید. یگان کاری برشدنش ممکن بود اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید با او بخورم. حالا باید در همین جا هست. بله یک دقیقه. بزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم استاد زیو ندیدید؟ تو کجا رفته باشد؟ حاضر در همین جا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفن وای دوملو زیو رو نداره در دستتون؟ آقای مامور من خودش رو میدونم لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بعدتر خودش به شما زنگ زنم میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستاده. جبدیده دوگانه‌اند. یعنی وای فرق ندارد اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند خواهش میکنم. التماس. مایلش اما جای حادثه را باید بینیم. اولا نامتان را بگفتید. سلین. سلیم. سلین. سلین نامتان جایی بوده است. اکنون رقم تلفنتان را گویید. لازم می شود. رقم تلفنم را آقای اونسل دارند. این طور باشد از تلفن آقای اونال به من زنگ زدید. روز بخیر. خدا یارتون باد. نایستید کلی از پای کار شوید. با استاد زیو پول خیریه را آوردیم. خیرت چی؟ یک صاحبکار با استاد زیو 500,000 لیره خیر کرده است. 500,000؟ بله. حالا آن پول ها در دست یکی هجری می باشند. سیلین من سخت ترسیده ایستادم. باز یگان مشکلی نشود. سفسطه نخون برای چی مشکلی شود؟ در آخر شخص در کوری همون رو پیدا کردی. جانم تو خواطر نشو. یگان کس از یگان چیز خبردار نمی شود.
гӯё ки ту дар ҳақиқат оила барпо карданӣ ба ҳар ҳол душвор аст. به فکرم اومد. خوش آمدید خانم، زورا شما را انتظارند. نور خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین دوستی چی؟ سفسطه نگو. سلام آقای آنور. سلام. زور را باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم میآیم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید. امکم در اونجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم. رو بابایت رو فرید. مایل شما صحبت کردن گرید من میآیم. سلام خانمی زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگون کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان شما آواره شده نفرایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا می آید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا من اومده ایستادم. رفت حاضر تیار شده می آیم. نور جان تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی فهمیدی؟ نامرد اصلی؟ تو چطور در حقی من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری بلا با استاد تو حاضر به من سوال دارم نگوی که طبعم خیره است. من روم که استاد آمد. خیر جان تو بازدید استاد امانتتان را آوردم. تمام با من ده. با شما جواب. شب خوش استاد. دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالاش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباسهای دوست داشته تو را جمع کرده بیاره. ببین برای چی؟ این لباس ها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباس ها را گرفته بپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنیم. نور تو با من دوست داشته ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری درست کردی. دخترها آرام شوید. تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شده ایم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین یک سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زورو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما برای نیست. زورو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید. التماس داد نزنید. بابایم میفهمد. بابایم میفهمد. شنود شنیدن گیرد. آن همه دانه کشمان چکت شرمنده هسته. ایستا اصلیه گوش کن. حاضر با تو همش رو میفهمونم. آروم شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمم. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین شیب و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم ایست.
тамом ҳозир ҳамашро ба ту мефаҳмонам. Тамом, хомӯш ист. خاموش هستید زهرا جان بیمون که نقل کنند دیگر چاره‌ای نداری. бобои зуҳро ба қарибӣ вафот мекунад. мехоҳад пеш аз мурданаш тӯи зуҳроро бубинад. چی؟ барои хурсанд кардани бобояш ман инҷо омадам. домоди сохта ҳастам, бифаҳм. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشید. ҳа, танҳо хурсанд шуданашро мехоҳем. یعنی شما هر دویتون бале, айнан ҳамин тавр. شما فکر میکنید که من بیعقل هستم؟ آیا در دست شما یگان کودک است؟ دامادی ساختن بابایش می‌مرده بوده است. اون همه داند که شما چقدر شرمنده هستید. این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ یک دقیقه. تو مرا اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملای عاشق. زهرا جان یگون پرابلم هست. نه این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ میبخشید و این رو از من و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این این یا که این داماد است؟